قدر مدر من مجبور آقا یکی که مارا کنه نمیگیره. اینکه دیگه اون شرایطی نداریم که ما هم سوز نیستیم یه دا کار کنیم یا که شوارم مجبور شدم که بالای اکرانی ها یکی شما بایم ایسخانه بزنم. فراموش نکنید که من از خرسنده خدم نیست. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. برادران و خواهران گرامی، از یک شما خواهش میکنم همین ویدیو را لایک، کامنتاریا و با دیگران روان کردن فراموش نکنید. برادران و خواهران گرامی، این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسرش آمده است به نهایت مشکل است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادران غریب و برادران در درون تاجیکستان و از بیرون تاجیکستان. ما از همه شما خواهش میکنیم که با ما کمک کنین. من یه سرپناهی بیارم که فرزندم اقلا به سرپناه نمانه. ما همه شما خواهش میکنیم که با دادی ما برسیم و را کمک کنیم. اینکه دیگه اون شرایطی نداریم که ما هم سوز نیستیم یه دا کار کنیم یا که شوارم که همین دا کمونه نگه کده بتونیم اقلا. قدر مدر من مجبور آقا یکی که مارا کنه نمیگیره. سلام. ما خواهش داریم که ما ستم عیبیم نابیناییم. ما شما خواهش داریم که ما در کمک کنیم. یزنم عیبای الپام نابینای خودم نابینام. ما شما خواهش داریم که ما را یاردم کنیم. ما آدم های بیچاره را یاردم کنیم. سلام علیکم برادران مهاجر و دوستان عزیز. امروز برادر ما تجمعیم به خانه ما تشریف آورد. من خودم معیوب گروه 2 با اصول احوال میگردم. آیله هم باشد معیوب گروه 3. این کس خرسنگلم، این کس هم نابینا هست. ما صاحب 3 فرزند هستیم. از همه شما احتمالا خواهش میکنم برادر. شاید امروز من سلامتی ساز میداشتم، قطار دیگر برادران مهاجر میرفتم، زندگی خودم پیش میبردم و هرگاه تا شما محتاج نمیشیدم که امروز باور کنید برادر، من امروز مجبور شدم که بالای اکرانی ها یکی شما بایم ایسخانه بزنم. فراموش نکنید که من از خرسنده خودم نیست. برای زندگی امروز من مجبور کرده که من همه کار کنم بالای اکران بوم. باور کنید جاش میشه که نمیایم نونی بخوایم، جاش میشه که ایسابی که دیگه ماه نزدیک میاد دیگه نمیدونم سومی کوارتر ما بتم، سومی سوید ما بتم، سومی او ما بتم. گودک تا چند گودک هر روز بین میوه یک چی حواس میکنه یک چی آرزو میکنه. من همین آرزوهای همین گودک حتی بجا آوردن نمیتونم. شاید ساز میکنم یا آیله هم ساز میکنم. خیلی شکرانه الله میکنیم که 3 تا فرزند سالم داریم. خیلی قرآن خوانده نتونستیم، ممکن فرزندای ما بخونن. شکرانه خدا میکنیم که همین نماز کامون به وقتش میخونیم. نمیگو همین سکسیش همین خوبه که هجدون میره نماز تا در تورات میکنیم به وقتش میو. قشلاق باشه ما نتونیم سرمون در سر چیز میزنه تا میریم و چیزا میویم که ما شکرانه میکنیم که خداوند من تا دختر بده. قلن هم پول کوارتیر نباشه با ما باشه یا بالا میکنیم. امروز گفته سنگو برادر دیگه نمیدونم روی سفر سنی کجا کنیم، چون که دیگه آواره شدیم. اینا به نزدیک 17 در سومی کوارتر بخیز اونم که سومی کوارتر اون ما 2 روز دادیم بسر اونم که شما نمیتونین بخیزین. یک از خواهر زنم هست، این هم معیوب گروه 3 شماش نابینا هست. یک 3 ماه پیش اپیس اکد ابلیمش اپیس کسته
ما حسابی اپس 3 ماه میشه که دارو و کاج اقلا خریدن تو که با پای خودش بخیزه و هم بیان دون خچبا گوی میشه که ایسومی نفقه همیو ایسومی نفقه خودم جمع کردن سومی کواتر میتونه که یک سومی نفقه ما سومی نفقه میخره و کواتر میتونم دیگه نمیدونم چیکار کنم از اون میگن که شما و برادر مسلمان هست و امروز در بای ما هستن اشما هم خواهش دارم که دستگیری کنیم تا که ما خودمون تنها حس نکنیم البته صاحب همه الله مهربان است و برادر به خاطر الله دستگیری کنیم چون که ما دیگه در بدر آوره این حساب ایجابی خزونده سن دیگه نمیدونیم که با کجا و در کیا بکنیم که ما در خونه در هفته کارتای زبانم با نام گدای و گلارو زنده 22 02 20 23 27 22 89 32 میباشد کارتای دوشنبه سیستم با نام گدای و صدبر صفحه 97 62 4 تا 9 29 76 83 13 میباشد. برادران و خواهران گرامی، این مصیبتی که بالای سر این برادر و با همسرش آمده است به نهایت مشکل است. سبحان الله، برادر خودش معیوب است و همسرش نابینا است. سبحان الله، بالای این فرزندش کمترک بیمار است. به همین خاطر با ما مراجعت کردن و کمک خواستن. برادران و خواهران گرامی، از هر یک شما خواهش میکنم که چه قدر میتوند 1 روبل 10 روبل 100 روبل 500 روبل قدرت به توانایی آنهایی که دارایی کمک کردن دارند به خاطر الله کمکشان کنین، چون که به نهایت حالشان بد است. با ما مراجعت کردن و کمک خواستن. کارتای خودشون است. برادران و خواهران گرامی، نامورای خودشون هم میمانیم ان شاء الله و میتوانید با می برادر خودشون زنگ زنید و پرسان کنید. از هر یک شما خواهش میکنم ویدیو را تا آخر تماشا کنید و خلاصتون را برارین. بارک الله فیکم. و آنهایی که کمک میکنید دستگیری میکنید همه وقت الله جزای خیرتون یکی همه وقت پیش قدم هستین. و مسئله اویاکس بسیاری ولی با فکر میکنه که این مسئله اویاکس را بسیاری بد رکلام میکنن. برادران و خواهران گرامی، الله شاهد است چندین بار ما شنویدیم و دیدیم و مراجعت کردن که از اینترنت ما بلیط خریدیم و سبحان الله بلیط ها را یعنی فهم کردن فریب کردن. با این خاطر ما میخواهیم که همین مسئله بلیط ها و مسئله همین چیزها در یک دست های زنانکی دستی مثال فریبگر نباشد. با همین خاطر ما شخصی را توصیه میتیم که خودم گارانتی همین چیزها هستیم ان شاء الله. به خاطر الله کسایی که میخواهم بلیط خریداری کنن مرحمت در این نمره زنگ زنین و با تمام دولت ها را هست. بلیط الکترونی است. الله جزای خیرتون یا برای دستگیریتون، برای کمکاتون، برای همه طرفه پادرش کتون. جزاک الله خیرا. سلام علیکم.